پارت سوم از بهترین فیلم های 2024 که دیدنش واجبه. سلام، چطورین؟ چه خبر؟ من فریبرز هستم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امروز قراره که چند تا از بهترین فیلم های سال 2024 رو براتون معرفی کنم توی این ویدیو. خیلی مفید و مختصر و بدون اسپویل. پس وقت رو تلف نمی کنم، بریم سراغ معرفی. فیلم اول لیست هرتیک. IMDb 7/10، راتن تومیتوز 91%. دو دختر نوجوان در خونه یه غریبه رو میزنن. قرار بود یه گفتگوی ساده مذهبی باشه، ولی کم کم درها قفل میشن، پنجره ها بسته میشن و سوالها عجیب تر میشن. دو مبلغ مذهبی توسط مردی مرموز به نام رید با بازی بی‌نظیر هیو گرانت به داخل خونه دعوت میشن، اما رفته رفته متوجه میشن این دیدار عادی نیست. این مرد یه بازی ذهنی خطرناک راه انداخته که هر ثانیه‌اش میتونه به مرگ منجر بشه و چیزی که ترسناکتر از مرگه شک کردن به همه چیزه. قسمتی از دیالوگ این فیلم که خیلی جالبه میگه: من نمیخوام که شما رو قانع کنم، فقط میخوام بدونم که آیا واقعاً ایمان دارید یا فقط ادعا میکنید. You will witness a miracle. فیلم دوم لیست ونوم د لاست دانس. آخرین رقص ونوم یا خداحافظی بزرگ. این بار ونوم و ادی تحت تعقیبن، نه فقط توسط آدم ها بلکه توسط موجوداتی از دنیای ونوم. Eddie, my own, has found us. و وقتی پای انتقام و بقا وسط میاد، دیگه کسی به قانون اهمیت نمیده. یه مأموریت جدید، دشمنی مرگبار و شاید آخرین باری که این دو در درون یک بدن برای زنده موندن بجنگن. قسمتی از دیالوگای فیلم. ونوم: اگه قراره بمیریم بذار با شکم پل بمیریم. ادی: تو دوباره سگ همسایه رو خوردی. این قسمت سومین و آخرین قسمت از دنیای ونوم هستش، پر از خشونت، اکشن، دیالوگای خنده‌دار و دنیایی که بیننده رو درگیر خودش میکنه. What are you? We are Venom! We are Venom! No. Yeah, we are Venom. فیلم سوم لیست سیویل وار. وقتی که دوربین از گلوله ترسناکتره. یه آمریکای تکه تکه شده، ایالات متحده دیگه متحده نیست. هر ایالت راه خودش رو رفته، هر گروه مسلح خودش رو رئیس میدونه و مردم بین حقیقت و دروغ گم شدن. تو این دنیای آشوب زده تنها امید یه گروه خبرنگارن که با جونشون بازی میکنن تا حقیقت رو ثبت کنن پیش از اون که دیر بشه. اما چیزی که این وسط مشخصه اینه که دیگه کسی به خبرنگار بودنشون اهمیت قائل نمیشه. توی میدون جنگ همه دشمنن. اگه دوست داری فیلمی رو ببینی که بعدش با خودت فکر کنی که ما چقدر با این آینده فاصله داریم، سیویل وار انتخاب جسورانه ایه. فیلم چهارم لیست بلینک تو آیز. یه جزیره خصوصی. This is crazy. یه میلیاردر خوشپوش. Hey, what's up, man? I don't know who that is. مهمونای خاص و مهمونی هایی که از بیرون شبیه بهش دیده میشن. اما وقتی که تلفن‌ها قطع میشن، قایقا ناپدید میشن و آدم‌ها یکی یکی تغییر رفتار میدن، دیگه معلوم نیست که اینجا بهشته یا یه تله بزرگ. How about we start at the beginning? داستان از اونجا شروع میشه که فریدا، یه پیشخدمت معمولی که توسط یک میلیاردر کاریزماتیک به اسم اسلیتر کینگ دعوت میشه تا به ویلای فوق لاکچریش توی جزیره دور افتاده بیاد. همه چیز عالی به نظر میرسه تا اینکه فریدا شروع میکنه به دیدن چیزهایی که نباید ببینه، شنیدن حرفهایی که نباید شنیده بشن و حس کردن ترسی که حتی خودش هم نمیفهمه از کجا اومده. فیلم آخر لیستمون ردوان. وقتی که بابا نوئل میزنه تو دل اکشن. تو این فیلم بابا نوئل دزدیده شده
و دنیا توی خطره و تنها کسی که میتونه نجاتش بده نه یه الف جادوییه، نه یه گوزن پرنده، بلکه یه مأمور کارکشته سازمان افسانه هاست. ترکیب شگفت‌انگیز از اکشن، انرژی و طنز بی‌وقفه. Grab a car. For what? You don't have a Wonder Woman action figure, do you? It's not how it works. Come on. وقتی بابا نوئل روبوده میشه، کال یه مأمور خاص از بخش موجودات افسانه‌ای مأموریت میگیره تا با همکاری یه متخصص بازی‌های ویدیویی رد سانتا رو بزنه و کریسمس از نابودی نجات بده. اما دزدیدن بابا نوئل فقط یه سر ماجراست، چون اون پشت یه توطئه بزرگتر خوابیده. فیلم حال و هوای بادی اکشن کمدی داره با فضای فانتزی، جلوه‌های ویژه بامزه و یه فان و یه کمدی که هم بچه‌ها میفهمنش و هم بزرگترها. My turn! Oh my god. Is my face still there? Yeah, you look good. مرسی که منو تا آخر این ویدیو همراهی کردین. اگه کانال رو سابسکرایب نکردین همین الان این کار رو انجام بدین. لایک هم یادتون نره. اون زنگوله بالا هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی رو من آپلود کردم شما اولین نفری باشین که از وجود اون ویدیو مطلع میشید. خیلی مخلصم. فعلا.